بسم الله الرحمن الرحیم. خب امروز رسیدیم به قسمت دوم از سیمای ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها. تا اونجا رسیدیم که ام المؤمنین عایشه به همراه خانواده‌اش از مکه به مدینه هجرت کردند و در سال دوم هجری که خداوند مسلمانان پیروزی رو در غزوه بدر نصیب کرد و اون خوشحالی بزرگ در سراسر مدینه و در بین مسلمانان در همه جا پخش شده بود، عملا در ماه شوال از همون سال این بود که ام المؤمنین عایشه دیگه با پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم ازدواج کرد و از خونه پدر خودش به خونه همسر خودش که رسول خدا صلی الله علیه و سلم بود و خانه نبوت بود و مرکز وحی بود منتقل شد و ام المؤمنین عایشه در حجره‌ای که چسبیده بود مسجد النبی، مسجد پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم، در اونجا جای گرفت. رسول خدا صلی الله علیه و سلم ایشون رو ام عبدالله، کنیه‌ای که رسم هست در بین مسلمانان و در بین عرب، این رسم هست که مرد یا زن رو یکی میگن پدر فلانی یا مادر فلانی، و علی‌رغمی که ام المؤمنین عایشه فرزندی نداشت، از همون ابتدا ایشون رو ام عبدالله صدا میکردن که البته عبدالله فرزند اسما هست، خواهر ایشون. اما میریم سراغ دنباله داستان. ام المؤمنین عایشه بالاخره در این که بالاخره کم سن و سال بود به نسبت سن خودش، حتی برخلاف گفتن 18 سال بر اساس روایات که ما اینجا زیاد الان برای ما مهم نیست، ولی نکته خیلی جالبی وجود داره که در همون زمانی که ایشون بالاخره با کودکانی بازی میکرد یا شاید با همسن و سالان خودش بازی میکرد، پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میومد این صحنه ها رو تماشا میکرد و حتی براش جالب بود یا میخواست که بالاخره همسن و سالای ایشون باشون همراه باشن، و حتی نقل شده که حالا این مطلب قبل از ازدواج، گویا که رسول خدا صلی الله علیه و سلم اومده بود، ایشون دیده بود که با بالاخره دخترای همسن و سال خودش بازی میکنه و یه اسباب بازی داره. بعد گفت عایشه این چیه؟ گفت این اسب حضرت سلیمان هست و این هم بالهاش هست. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم از این صحبت ایشون خندش گرفت و خندید. اما در هر صورت در صفات و سیمای ام المؤمنین عایشه نقل شده که خانومی بود که دارای هم سیما بودن، هم دارای سیمای خوبی بودن، هم سیرت خوبی بودن، سفید پوست بودن و تنها همسری هست که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم داره که قبل از اون با کسی دیگه ازدواج نکردن. به اصطلاح همسری که اولین شوهرش رسول خدا صلی الله علیه و سلم بوده. بر همین اساس این هست که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم محبت خیلی ویژه‌تری نسبت به ام المؤمنین عایشه داره که امام ذهبی در این مورد میگه که من در امت محمد صلی الله علیه و سلم و نه در بین زنانی که نقل شده هیچ کس رو ندیدم که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم اونقدر توجه که بهشون داشته باشه به کسی توجه داشته باشه، چرا که ما شهادت میدیم که همسر پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم ام المؤمنین عایشه هم در دنیا هست و هم در آخرت. آیا منزلتی بالاتر از این برای ایشون میشه در نظر گرفت یا دونست یا نه؟ و این از برکاتی هست که نتیجه نصیب محبوب رسول خدا صلی الله علیه و سلم و محبوب مسلمانان که همون رسول خداست میشه، و به عبارتی همون حجره ایشون، اتاقی که ایشون پیامبر درش زندگی میکنن، اتاق وحی و به کثرت وحی الهی در اون اتاق و در اون منزل نازل میشد و پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم خب خیلی ایشون رو گرامی داشت. و نکته ای هم که هست، خب اون ارزش و منزلت اون اتاق هست. الان که میدونین که شما وقتی که به مدینه میرید، قبر رسول خدا صلی الله علیه و سلم، بعد ابوبکر صدیق و عمر فاروق، در همون حجره ام المؤمنین عایشه هست که به گونه‌ای قرار دادن که در سمت قبله نباشه و مردم اگه خواستن از اونجا رد بشن و اونجا رو ببینند و سلامی خواستن بکنند و بالاخره دعای خیری اینها. اما اون چی که مهمه، ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها در قلب پیامبر دارای منزلت بالایی بود که هیچ کدوم از امهات المؤمنین نداشت مگر ام المؤمنین خدیجه که بالاخره نسبت به ایشون پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم یک محبت خوب ویژه‌ای داشت و یک ارتباطی در وحی و در حمایت و اینکه مادر فرزنداش بود و بسیاری موارد دیگری هست. اینی که همسران دیگه پیامبر هم اعتراف دارن به این نقش و مکانت ام المؤمنین عایشه در نزد پیامبر خدا و به ویژه ام المؤمنین ام سلمه رضی الله عنها هم ایشون به این مسئله اشاره میکنه.
نکته‌ای که خیلی قابل اهمیته اینه که ممکنه برای من و شما یا برای ما که داریم سخن میگیم اون چیزی که داریم بحث وحی هست، بحث ارتباط با وحی هست، شاگردی رسول خدا صلی الله علیه و سلم هست، زندگی با رسول خدا هست و محبوبیتی که نزد رسول خدا صلی الله علیه و سلم باشه، شاید ما اون رو حس نکنیم، ولی یک مؤمن واقعی، مسلمانان صدر اسلام کاملا این حس میکردن و درک میکردن که هر کسی نمیتونه به این فضیلت و به این مقام برسه تا جایی که واقعا نمیشه واقعا این رو ما در نظر بگیریم به همین راحتی. اونجوری که نقل شده که خداوند بهترین ها رو نصیب ایشون کرده و از همه مهمتر میگه جبرئیل اومده پیش پیامبر، چهره ایشون رو آورده به ایشون نشون داده. رسول خدا صلی الله علیه و سلم در بوالتی دستور و فرمان داشت که با ام المؤمنین عایشه ازدواج بکنه و ایشون ازدواج میگه که نقل شده که با کسی جز ایشون که بکر باشه تا به حال ازدواج نکرده. و وقتی هم که رسول خدا صلی الله علیه و سلم از دنیا رفت، سرش در سینه ام المؤمنین عایشه بود، قبر پیامبر در حجره عایشه بود و خب فرشتگان طواف می‌کردن دیگه، فرشتگان می‌اومدن، چی میشه گفت، مکان و محبت وحی بود، خیر و برکات از آسمان بود و همه در همون لحظه، حتی پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در بستر بود با ام المؤمنین عایشه می‌دید وحی نازل میشه. خب از این دیگه چی بیشتر که ایشون میگه این فضایل رو خداوند نصیب من کرده، دختر خلیفه و دوست رسول خدا صلی الله علیه و سلم هستم، خداوند من را از بالای 7 آسمان پاکی منو و بالاخره اتهاماتی که من زده منو مبرا دونسته و خداوند خلقت من رو پاک قرار داده و مناسب که همان گونه که برای رسول خدا صلی الله علیه و سلم باشه و وعده مغفرت و رزق کریم رو خدا من نصیب کرده. شیخ عبدالقادر گیلانی رحمت الله علیه در مورد فضایل ایشون خیلی جالب از زبان ام المؤمنین عایشه میگه که خب ما اینجا دیگه وقت نیست که بخوایم همه این اشعار رو بخوایم بگیم، اما جالبه که حالا وقتی بگیم انی خصصت علی لسان محمد، من ویژه شدم بر زبان محمد صلی الله علیه و سلم به صفات بر تحتهن معانی، به صفات نیکی که هر کدوم از اینها دارای معانی هست. سبقتهن الی الفضائل کلها، من به همه این فضایل دست پیدا کردم و همینجوری میاره فسبق و سبقی و الانان و انانی زوجی رسول الله لم ار غیره، همسر من رسول خداست غیر از اون نمیبینم، الله زوجنی بهی و هوانی. و خلاصه شیخ عبدالقادر گیلانی رحمت الله علیه از زبان ام المؤمنین عایشه این اشعار رو این چنین مطرح میکنه و خیلی زیبا که برید بالاخره نگاه کنید، مطالعه کنید تا این زیبایی های این تصاویر تاریخ صدر اسلام رو ببینید. اون چه که خیلی مهمه گفتیم از مکارم اخلاقیات و حالات و صفات ام المؤمنین عایشه است، محبت بیش از اندازه پیامبر به ایشون هست و صحابه هم این رو درک میکردن و سعی میکردن غالبا وقتی که پیامبر تو خونه ام المؤمنین عایشه هست برای پیامبر هدایایی و چیزی رو ببرن، حالا غذایی بود یا هدیه‌ای بود و این رو بالاخره میدونستن و پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم هم متوجه این نکته شده بود. حتی نقل شده ام سلمه میگه که در مورد ام المؤمنین عایشه با رسول خدا صلی الله علیه و سلم صحبت کردن، بالاخره بحث زنانگی، بالاخره وقتی که یک فردی خب چند تا همسر داره، بین همسران گاهی ممکنه سخنانی مطرح بشه، میگه وقتی که من بالاخره یه بار گفتم پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم هیچی نگفت، بار دوم گفتم پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم باز هم به من چیزی نگفت، من بار سوم در مورد ام المؤمنین عایشه صحبت کردن، گویا ام سلمه لا تؤذینی فی عایشه، منو در مورد عایشه اذیت نکن، فانه والله ما نزل علی الوحی، قسم به خدا که وحی بر من نازل نشده، و الا و انا فی لحاف امرأة منکن غیرها، یعنی من فقط وقتی که در بستر با ایشون بودم وحی بر من نازل میشد و در حالی که من پیش شما بودم، در خونه شما بودم، این اتفاق نمیافتاد در اون حالت. این نشون میده که خب نگاه پیامبر به ام المؤمنین عایشه و نگاه این که حتی همسران دیگه باشه چگونه باشه و این ام المؤمنین سایر امهات المؤمنین این مسئله رو درک میکردن و خب این منزلتی بود که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم اون رو اشاره میکنه و از همه مهمتری که نکاتی که خیلی ام المؤمنین عایشه بهش اشاره میکرد و مورخین نقل میکنن که ایشون میگه ان من نعم الله علیه، از نعمتهای خدا بر من این بود که ان رسول الله صلی الله علیه و سلم توفی فی بیته، پیامبر در خونه خودش فوت کرد، یعنی در خونه من اشاره میکنم، حجره که مال من بود
و بین سحری و نحری، در حالی که سرش روی سینه من بود، بین بالاخره گردن من و سینه من. این در اینجا پیامبر خدا سرش رو گذاشته بود در حالی که از دنیا پیامبر خدا رفت. در مورد فضائل ام المؤمنین عایشه موارد فراوانی نقل شده، حالا جدا از این که خب ایشون دختر ابوبکر صدیق هست و موارد دیگه‌ای که ما از ابتدا توی یکی دو قسمت تا به حال بهش اشاره کردیم. و این که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میگه اگه من لو اتخذ خلیلا لاتخذه خلیلا، اگر قرار بود خلیلی پیامبر بگیره، یعنی شخصیت خاصی که چون قرار بود که خب دستورش بود که تو حق نداری از بین انسان‌ها خلیل بگیری، خلیل یک مقام و رتبه خاص ارتباطی اخلاقی و روحی و عاطفی هست، میگه اگه قرار بود کسی رو بگیره ابوبکر صدیق میگرفت. در هر صورت حالا موارد و اشعاری در این مورد نقل شده که ما دیگه به خاطر اینکه وقتی قصه کوتاه هست نمیتونیم به همه این موارد ما برسیم. و حتی پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در مورد فضیلت ام المؤمنین عایشه میگه فضل عایشه علی النساء کفضل الثرید علی سایر الطعام. گاهی سوال میشه فضیلت عایشه چی نسبت به سایر زنان یا امهات المؤمنین؟ میگه مثل یک غذا هست. ثرید یک غذای شبیه به آبگوشت ما هست در زبان فارسی که استفاده میکنیم. میگه مثل تفاوت آبگوشت با سایر غذا هست. ثرید رو عرب خیلی دوست داشت، خیلی به این غذا علاقه داشت و دارای یک مثلا شرایط خوبی از نظر محتویات غذایی، طعم و گوشت و اینجور چیزها داشت. میگه تفاوت عایشه نسبت به سایر زنان فرض کن مثل اینه، چرا که یک جریان ملموسی رو پیامبر میخواد نسبت به ذهن مسلمانانی که در اون زمان بودن تشخیص بدن که چگونه ما نسبت به غذاها ترجیح میدیم، یک غذایی رو که بهترین غذا رو ترجیح میدیم. میخواد بگه که این نمونه ام المؤمنین عایشه هست، حالا چه در اخلاق، چه در رفتار، چه در هر چیزی دیگه دارای یک فضیلت هایی هستش که محبوبیتش رو نزد رسول خدا صلی الله علیه و سلم بیشتر میکنه. خب تا همینجا مطلب رو داشته باشیم، ادامه داستان رو در جلسه بعد خدمت شما عزیزان ارائه خواهم داد.